دیگه الان که شما داری کربلا میری بعضی هستن که الان این برنامه از کل دنیا نگاه میکنن ولو نتونستن اینجا بیان. چه پیغامی داری برای اون شیعه که اینجا نرسیدن؟ شما که هستی انشالله یه پیغامی برای اون. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام من به برادران و خواهران شیعه و اهل ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام این است که اولا مبانی اعتقادیشون را تقویت کنند، ایمانشون را تقویت کنند، تحت تأثیر شبهات و تشکیکات دشمنان قرار نگیرند و به احکام شرعیشون به احسن وجه عمل بکنند، واجبات را بجا بیارند، محرمات را اجتناب کنند و از نظر اخلاقی هم جوری رفتار بکنند که رفتار اونها مردم را به یاد اهل بیت بیندازد، از نظر اخلاقی نمونه باشند شیعیان. این توصیه ائمه اطهار علیهم السلام است. ما دعا میکنیم که خداوند متعال شیعیان را در هر جایی که هستند از شر دشمنان محفوظ بدارد.